بسیار عالی. با وبینار مسیر شغلی من و شغل ایدئال من در خدمتتون هستم. میخوام بشیم در مورد این کانسپت صحبت بکنیم با هم که چجوری میشه از یک ابهام، از یک علم سوال زیاد، از یک مسیر تحصیلی که خیلی به بازار کار وصل نیست، از کلی چالش هایی که از کودکی باهاش بودیم و رسیدیم، میشه رسید به اینکه امروز باید چه مسیری رو شروع بکنم تا بتونم امید داشته باشم آینده شغلی ایدئالی برام رقم بخوره. آینده شغلی ایدئال میتونه درآمد کافی باشه، میتونه جایی باشه که شما بهش علاقه دارید، میتونه رسیدن به یه سری رویاها و آرزوهای خاصی باشه که از بچگی دنبالش بودید. امروز میخوام در مورد همین صحبت کنم. چه جوری این مسیر رو برنامه‌ریزی بکنیم که تهش اون اتفاق خوب رخ بده. به هر حال هممون میدونیم داریم توی ایران زندگی میکنیم، توی کشور جهان سومی که کلی چالش‌های مخصوص به خودش رو داره، کلی چالش‌های مربوط به تکنولوژی اینجا وجود داره، کلی اتفاقات متفاوت وجود داره. آیا میشه از پس همه اینها به یه خروجی درست ایدئال رسید؟ پاسخش رو می‌خوام توی این وبینار با هم دنبال کنیم. خب من شروع می‌کنم و شروع وبینار من بچه‌ها با یک سوال. یک عدد خیلی مهم توی زندگی تک تک ما بچه‌ها وجود داره. 81396 ساعت. کسی میتونه حدس بزنه این عدد داره چه چیزی رو بیان میکنه؟ شقایق داره تایپ میکنه، ببینیم ایده‌اش چیه؟ مرضیه میگه 81000 ساعت طول عمر ماست. نه مرضیه جان، طول عمر ما خیلی بیشتر از این عدده، حداقل و میانگینش هم خیلی از عدد بالاتر. علی میگه ساعتی که خوابیم. ساعتی که خوابیم شاید این عدد باشه، ولی واقعا ما دنبال ساعتی که خوابیم نیستیم. شکوفه میگه وقتی که در یک سال در اختیار داریم. نه، یه سال بچه‌ها وقتمون خیلی بیشتر. ببخشید از این عدد خیلی کمتر. امید میگه تعداد ساعات در سال. همون فکر کنم منظورش ایده شکوفه بود، خیلی سخت فقط بیانشه. نه اونم نیست. رضا میگه طول تحصیل. طول تحصیل میتونه باشه، ولی نه، طول تحصیلی که عموما هم داریم تجربهش میکنیم تو دوره کارشناسی معمولا از عدد بیشتر میشه. یک سال از عدد کمتر شکوفه میگه. بریم ما وارد این بحث ریاضیاتی نشیم مثلا. آره کمتر، ببخشید بیشتره. محدثه میگه ساعتی که صرف پیدا کردن مسیر شغلی میکنیم. خب بذارید بچه‌ها من پاسخ خودتون بگم. نه، هیچ کدوم از این پاسخ‌ها درست نبود. 81396 ساعت. بچه‌ها این مدت زمانیه که قرار توی زندگیمون کار بکنیم. 30 سال در هفته 6 روز، هر روز هم 6 ساعت. این طول ساعتی است که ما قرار توی زندگیمون کار بکنیم. خیلیاتون شروع کردین حدس زدن این ساعت ممکنه با خوابیدن برابر باشه. جالبه بدونید بچه‌ها تنها چیزی که ما توی زندگیمون بیشتر از این انجامش میدیم خوابیدنه. غیر از خوابیدن اصل زندگی ما گزاف نیست. اگر بگیم به کارمون بگذره، شیره زندگی ما همون کارمون هستش. برآیند زندگی ما تا حد زیادی همون کارمون میشه. حالا یه سوال دیگه ازتون دارم. به نظرتون این 81000 ساعت واسه خیلی از آدم‌ها داره چطور سپری میشه؟ بذارید اینجوری بپرسم، چند درصد آدم‌ها از شغلی که دارن راضی‌ان؟ اون درصد رو حدس بزنید. فاطمه میگه راضی نیستن. فاطمه جان حدس بزن، چند درصد آدم‌ها راضی نیستن؟ مرضیه میگه شاید 20%، ابوالفضل میگه 5%، کیمیا میگه 10%، فاطمه میگه 98%، علی میگه 60%، محدثه میگه 50%. نصفی راضی ان، نصفی راضی نیستن. عارفه 80% رضایت رو میبینه، 20% نارضایتی. جالبه دنیای شیرین و آی فترابش داره، یا شاید هم داره برعکسش اومده نظرش. مثلا 30، رکسانا 80، سمیه، سمیه 80، شکوفه 15. خیلی عددهای متنوعی دارید، ولی بعضی از بچه‌ها خیلی درست رفتن سراغش. من هدفم نیست عدد درست رو بگیم، هدفم اینه که ذهنتون بره سراغ این سواله. واقعا آدم‌هایی که اطراف ما هستن چند درصدشون تونستن رضایت شغلی رو تجربه بکنن؟ یه دلیلی که الان شما پنجشنبه عصرتون رو گذاشتید و الان تو این وبینار شرکت کردید اینه که می‌خواید بدونید چرا این مشکل برای من وجود داره و حالا میخوام به این فکر بکنیم که این مشکل های برای بقیه هم وجود داره. آیا این مشکل خیلی عمومی تری هست؟ و پاسخ اینه که بله.
طبق آماری که مؤسسه گالوپ هر سال منتشر میکنه، میانگین نرخ رضایت شغلی بچه‌ها در دنیا فقط 22%. این آمار 2024 هستش و این 22% در کشور ما ایران فقط به 9% میرسه. یعنی از هر 10 نفری که اطراف خودمون داریم فقط یکیه که شغلش براش لذت بخش، ساعتهای کاریش براش به گونه‌ای دارن سپری میشن که ازشون لذت میبره، نه اینکه فقط داره ساعتو میشماره که زودتر تموم بشه. یا اون جمله معروف که ما کل هفته رو زندگی میکنیم که فقط آخر هفته رو بتونیم زنده بمونیم. نه، شغل وقتی لذت بخش باشه کل مسیر رو تغییر میده و این فقط برای یک نفر از هر 10 نفر بود. همونطور که خودتونم با من حتما موافق هستین، یه پاندمیه مثل پاندمی کرونا که هممون رو گرفته. این نارضایتی شغلی تقریبا میشه گفت یقه همه ما و همه اطرافیان ما رو گرفته و بد جورم داره به زندگی ما فشار میاره. حالا چطور میتونیم مسئله رو بشناسیم؟ این سوالی بود که ما در شروع داستان بتاتیک رفتیم سراغش. اصلا چرا افراد از شغل خودشون راضی نیستن؟ مشکل کجاست؟ آیا اون درآمدی که میخوای رو تجربه نمی‌کنی؟ آیا مشکل برمیگرده به اینکه احترام خیلی وجود نداره، تاثیرگذاری نیستش، امنیت رخ نمیده، پیشرفت رو تو زندگی زیاد نداری؟ چالش کجاست که از شغل خودت راضی نیستی؟ و جالبه بدونید بچه‌ها، پاسخی که ما بهش رسیدیم اینه که هیچ کدوم از اینا نیست. هیچ کدوم از این مشخصه ها عامل این که چرا افراد از شغلشون راضی نیستن نیست. آدم ها از شغلشون راضی نبودن فقط به خاطر همین یک جمله که بین همشون هم مشترک، چون اون چیزی که فکر میکردن یا میخواستن نشده بود. مسیر شغلی بچه‌ها دقیقاً مثل یک 1000 تو میمونه. تو این 1000 تو از لحظه‌ای که میخوای واردش بشی بعد نقطه ورود خودت رو پیدا کنی. خیلی این نقطه رو اصلا پیدا نمی‌کنن. خیلی که میتونن این نقطه رو به گونه‌ای حدس بزنن. وقتی واردش میشی شروع میکنی به انتخاب کردن و تصمیم گرفتن. تقریبا توی هر مقطع از مسیر شغلی به یه دوراهی میرسی. آیا این رشته تحصیلی رو انتخاب بکنم؟ خب رشته رو خوندم. آیا برم تو این حوزه‌اش کار بکنم یا برم تو این حوزه‌اش کار بکنم؟ اوکی، حوزه رو انتخاب کردم. حالا برم تو این شرکت کارآموزی بکنم یا برم تو کسب و کار بابا شغلم ادامه بدم. حالا بعدش آیا مهاجرت بکنم یا بمونم؟ همیشه سر این دوراهی‌ها حضور داریم و باید تصمیم بگیریم و معمولاً توی تصمیماتمون هم نمیتونیم خیلی خوب عمل بکنیم. یه عده تو شروع مشکل داریم، یه عده توی چشم اندازش اصلا نمیدونیم به کجا قراره تهش خط بشه، یه عده هم که خیلی کلیدی‌تر توی استراتژی به مشکل میخورن. حالا سوال، چطوری میتونیم تو این 1000 تو گم نشیم؟ چی کار بکنیم که این اتفاقی که واسه خیلی ها رخ میده واسه ما رخ نده؟ کانسپتی که ما امروز میخوام برم سراغش تو این وبینار در مورد این کانسپت 1000 توئه. این مفهوم 1000 تو میخوام تو ذهنتون خیلی خوب یه جایی ذخیره‌اش بکنید و خیلی عمیق هم همیشه بهش فکر بکنید. هر جایی هم که تو مسیر شغلی رفتید دوباره بهش فکر بکنید. این 1000 توئه مسیری است که شما واردش شدید. یه نقطه ازش قرار دادید. چه جوری باید از این 1000 تو درست بیرون بیایید؟ مسیر شغلی موفق یعنی این. حالا بریم پس سراغ این سوالی که الان فهمیدیم سوال درسته اینه. چی کار بکنیم تو این 1000 تو گم نشیم؟ شکوفه میگه استفاده از تجربه دیگران. قطعاً یکی از ابزارهای خوب برای ما استفاده از تجربه دیگران. اما همین تجربه بچه‌ها خیلی از جاها چاقوی دولبه است. هم میتونه بهت کمک بکنه، هم اگر آدم درستی رو انتخاب نکنی یا تحلیل درستی روی پیشنهادش نذاری میتونه بهش بسیار هم آسیب بزنه. استفاده از تجربه خودش یک هنره. برای اینکه این موضوع رو یه ذره براتون جالب ترش بکنم میخوام از مسیر خودم صحبت بکنم، داستان زندگی خود من که اصلا چه اتفاقاتی برای خود من رخ داد. چون من اصلا چرا الان اینجا هستم و دارم در مورد این کانسپت صحبت میکنم، چون همین درد مشترک رو دقیقاً داشتم. من میخوام یه ذره همین کانسپت رو با هم مرور بکنیم. از اینکه من از مقطع دانشگاه چطور اصلا شروع شد تا بازار کار و اشتباهات و تصمیمات مهمی که داشتم حکمش چی بودن و حالا چطور میشه از اون استفاده کرد. اول خودم معرفی بکنم. چیزی که الان هستم رضا جلالی، مدیر محصول و هم بنیانگذار استارتاپ بتاتیک که یه حدود 3 تا 5 سالی میشه به عنوان مربی شغلی، البته با رویکرد آکسفورد دارم کار میکنم و الان در خدمت شما هستم. اما بریم ببینیم این رضا جلالی هم بنیانگذار و مدیر محصول بتاتیک چه جوری به این نقطه رسیده.
میخوام منم هزار توی خودم رو براتون پرزنت بکنم و از همون نقطه جایی که همه ما شروعش کردیم هم استارتش بزنم، از مسیر تحصیلی. خب برای اینکه من بخوام اختلال اینترنت ها رو بذارم مدیریت بکنم، تصویرمو دیگه قطع میکنم بچه‌ها که راحت تر بتونید داشته باشید دیتا رو و اختلال نخوریم. خب مسیر تحصیلی من بچه‌ها از نقطه‌ای شروع شد که من تصمیم گرفتم وارد رشته ریاضی بشم. چرا رشته ریاضی رو انتخاب کردم؟ چون به نظرم جالب. و بعد از رشته ریاضی مثل همه وارد دوره کنکور شدم، تو کنکور شرکت کردم. وقتی قرار بود انتخاب رشته بکنم احساس کردم تمام زندگی و آینده‌ای که من دنبالش می‌گردم تو رشته مهندسی مکانیک. چرا به این نتیجه رسیدم؟ چون نزدیک 8 تا مقاله تو گوگل خونده بودم در مورد فرق رشته برق و مکانیک و عمران و اینها، و تو یکی از اونها انقدر خوشگل در مورد مکانیک نوشته بود که من فوق ازش لذت بردم و گفتم یا مکانیک یا هیچی، و مکانیک قبول شد. مسیر شغلی مکانیک رو دنبال کردم، رفتم تا مقطع دکتراش. تو مقطع پی اچ دی وارد دانشگاه خواجه نصیر تهران شدم، چون احساس می‌کردم دانشگاه تهران فوق‌العاده‌اند، احتمالاً تمام اتفاقات خوب برای اونجا رخ میده و همه چیز خوب وقتی اونجاست پس بعد بریم اونجا. دانشگاه خواجه نصیر برای من اتفاق جالبی بود، نه اینکه خیلی جذاب، فقط جالب بود. از این منظر که یهو متوجه شدم یه جاهایی خیلی اون چیزی که من فکر می‌کردم اصلا نیست. چون مقطع پی اچ دیشم رفته بود. اما تصمیم گرفتم که ادامهش بدم. وارد بازار کار شدم. به عنوان یک مهندس مکانیک تصمیم گرفتم که شانس خودم تو بازار کار امتحان بکنم. 2 تا کارخونه هم تجربه همکاری داشتم. اولش وارد کمپانی آلیس شدم، مدتی رو اونجا کار می‌کردم. بعد هم به تیم مپنا اضافه شدم، تیم نیروگاهی مپنا رو پروژه پرند داشتن کار می‌کردم. مدت تقریبا 6 ماهی رو من نیروگاه پرند می‌رفتم به عنوان یه مهندسی که کارش تحقیق و توسعه توربین و خلاصه مسئولیت مربوط به خودش. این مقطع از مسیر شغلی من بچه‌ها فرصتی بود که من تونستم محیط صنعتی رو تجربه بکنم. و همین تجربه محیط صنعتی و وارد شدن کمتر از 1 سال میشه، اما همین 1 سال کمتر این نکته خیلی مهم رو به من اشاره کرد. گم شده بودم تو مسیر شغلی خودم، گم شده بودم. اون چیزی که دنبالش بودم اصلا از این مسیر بهش نمیرسیدم. فهمیدم تو این میزه، این جایی که الان من رسیدم، اگه ادامهش بدم اتفاقاتی که دنبالش میگردم رخ نمیده. پس کاری که انجام دادم اینه که شروع کردم به قصه خوردن، شروع کردم به فکر کردن با دوستا، همینجور قور زدن چرا اوضاع اینجوریه، چرا فرنده اینجوریه، مثلا همون کاری که هممون انجام. اما کنار این قور زدن ها صرفا به خاطر اینکه میتونم یه درآمد دانشجویی داشته باشم، چون دانشجویی هممون تجربهش کردیم، همه چی داره غیر از پول. شما تو زندگی همه چیز خوب رو میتونی تجربه کنی، همه اون تفریحات باحال، دور همیاش، همه چیش باحال، اما توش پول نیست. پس می‌خواستم یه شغل دانشجویی واسه خودم پیدا بکنم و تو تهران شروع کردم گشتن و بر حسب اتفاق اون زمان استارتاپ بامیلو تازه شروع شده. بامیلو، اسنپ، زودفود، اینها مجموعه یکپارچه‌ای بودن که تحت عنوان 4-5 تا برند متفاوت توی یه ساختمون کار خودشون رو شروع کرده بودن و دنبال یه سری همکار می‌گشتن و اون زمان به دانشجوها اجازه ورود میدادن. من هم به همین واسطه وارد کمپانی بامیلو شدم و توی یکی از موقعیت‌های کارشون شروع کردم کار کردن. حالا ونچر کپیتال بود و یه مقدار ساختارهای مربوط به خودش و بعدم رفتم تو حوزه تامین رو بگذاریم مسئولیت. اما از اون محیط صنعتیه وارد این محیط استارتاپی شدم. همونجوری گفتم تیم اسنپ طبقه پایین ما بود، تیم زودفودی که الان شده اسنپ بود طبقه بالا بود و این اکسپریانس و این تجربه فوق‌العاده برای من جذاب بود. انقدر جذاب بود که من فهمیدم مسیرمو میتونم تو این شاخه دنبالش بدم و از همین نقطه سبزرنگ که دارید میبینید مسیر من شروع شد به تغییر.